حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات پروردگار حکایتی از فرزند و پسر در قرآن میاره. فلما اسلم وتله للجبین، پروردگار در این آیت مبارک، آیت 103 سوره صافات، حالتی که پدر و پسر بودن الله فقط اونا را نگه می داشت. میگه فلما استسلم الاب والابن، وقتی پدر و پسر همه در پیش الله تسلیم شدن، میگه در این حالت در تفسیر علامه صابونی و تفسیر امام قرطبی را میارد، در حالت گفتگوزار بین پسر و پدر بود. روی انه امر السکین بقوة علی حلقه، میگه وقتی دست اسماعیل حضرت ابراهیم پاش بست مانند چاروا، دستانش را بست و سر ابراهیم میگه اسماعیل در حالت مانند چاروا ضعف میکرد. امر السکین بقوة علی حلقه مرارا فلم یقطع، حضرت ابراهیم با قوت همون کارد در گردن اسماعیل میبرد، هرچند میبرد این کارد میگه سر اسماعیل از بدن جدا نمیکرد. اسماعیل گمان داشت شاید مهر پدری را غلبه کرده باشد. قال اسماعیل دست با بسته بود، به سوی پدرش گشت گفت یا ابتی، ای پدر، اشدد رباطی حتی لا استریب، ای پدر گفت هم بندای پا و دستام سختر بند تا که در حالتی سر از بدن جدا می شود، تا که بدن من نجنبد، شاید بجنبد در امر خدا ناراضگی کنم. پدر چقدر بنده ها را سختر بند. وکفف ثیابک، ای پدر وقتی که من را قربانی میکنی لباسات از من دور کن. حضرت ابراهیم با دقت گوش میکرد که اسماعیل چی میگفته باشد. لئلا ينتزع عليها شيء من دمی فتراه امی فتحزن، پدر گفت میدانی برای چی میگویم که لباسات از من دور کن؟ وقتی من را قربانی میکنی قطره های خون حلق من شاید یک قطره در لباس تو میرسد، مادرم ای را میبیند غمگین میشود، گریان میشود. حضرت اسماعیل میگفت و اسرع بیا علی حلقی، ای پدر وقتی کار در گردن من موندی تیزتر بکش، لیکون الموت اهون علی، تا که مرگ برای من آسان شود. وقتی که ای پدر سرم را از بدن جدا کردی، و اذا اتیت امی فقرئیها منی السلام، وقتی به خانه رفتی مادرم را دیدی آخران سلام من را از فرزند اسماعیل به مادرم رسان. ای پدر گفت و این رأیت ان ترد قمیصی علیها، اگر بخوای وقتی بعد از گرانیدن من، بعد از کفن کردن من، اگر بخوای لباسا من به مادرم بری، لباسا من به مادرم برسان اگر خواستی. فإنه يكون أسلى بها عني، وقتی لباسهای من را میبیند خیلی مادر من آرام میشود، خیلی برای او سبکی میارد. ای پدر گفت فقال له ابراهیم، حضرت ابراهیم گفت وقتی این سخنها را از فرزندش شنید، این درباره تاریخ قربانی است. نعم العون انت یا بنی علی امر الله، ای فرزند گفت چه نعمتی است
چی فرزند بزرگ هستی که در امر خدا استواری، امر خدا را اینقدر قبول داری. همین حالت میگه باز حضرت ابراهیم کار در گردن اسماعیل ماند و میکشید، با تمام قوت میکشید، کار گردن اسماعیل از بدن جدا نمیکرد. پروردگار در دوام آیت چی میگوید؟ میگه وقتی ابراهیم کار دا هر چند حرکت میکرد در گردن اسماعیل، و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ندای از پروردگار آمده ابراهیم گفت قد نفذت ما امرت به، آن امری که برای تو در خواب شد اور امر را اجرا کرده ابراهیم. پروردگار ای را ندا کرد و انا كذلك نجزی المحسنین. در آیت 105 در سوره صافات پروردگار میگوید ای ابراهیم ما انا همین خیل بندگان اخلاص دارند، بندگانی که اینها بندگان خوبند، انا همین خیر اجر و ثواب نیک میدهیم. ان هذا لهو البلاء المبین. پروردگار گفت ای ابراهیم این امتحان است برای تو، این امتحان برای بندگانی است که در دنیا بندگانی که بندگانی مخلصند. الله میگوید تا که مخلصان را از منافقان جدا می شود. ای ابراهیم قصد ما ذبح و قربانی کردن فرزندی تو نبود، این امتحان برای تو بود. تو در حقیقت ای ابراهیم امری که پروردگار کرده بود و امر پروردگار را به جا آوردی. و فدیناه بذبح عظیم. پروردگار میگه در عوض اسماعیل گوسفند یک قربانی روان کردیم. حضرت ابن عباس میگه پروردگار در جنت قد رعی فی الجنة 40 خریفا، با فرمان پروردگار در جنت 40 گوسفند جنتی را الله ملائکه ها در اوجا نگهبانی میکردند. هر وقت ابراهیم میگه کار در بگردن اسماعیل میبرد، ندای پروردگار آمد که خلاص این امتحان است، هیچگاه گردن اسماعیل جدا نمیشود. این یک امتحان بود، بندها را از پا و دستان اسماعیل جدا کنه ابراهیم. میگه دو ملائک رحمت یک گوسفندی را آوردند و پیش حضرت ابراهیم. خدا گفت این در عوض اسماعیل است، این گوسفند از جنت است. این گوسفند را حضرت ابراهیم گرفت و قربانی کرد در عوض اسماعیل. بعد از آن بن از پا و دست اسماعیل جدا شد. و ترکنا علیه فی الاخرین. پروردگار میگه که این قربانی را تا آن روزی که این دنیا وجود دارد کسی قربانی میکند انا همین ثوابی که ابراهیم از امتحان بزرگ ابراهیم گذشته به این ثواب میگیرد. انشاءالله هر مسلمانی که شرایط دارد، هر مسلمان امکانیت دارد در راه الله قربانی میکند، ثواب انامون گوسفند جنتی که در عوض اسماعیل بدوره میگیرد. آنهایی که شرایط دارد. ما رواه احمد و ابن ماجه عن زید بن ارقم. حضرت امام احمد ابن ماجه از زید بن ارقم روایت میکنند قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، یاران با وفای پیغمبر خدا از حبیب خدا پرسیدند یا رسول الله ما هذه الاضاحی. حبیب خدا وقت فضیلت و بزرگی قربانی را بیان کرد، صحابه ها پرسیدند این قربانی ای حبیب خدا، این اضحیه و این چاروا را ذبح کردن چی فایده دارد؟ قال سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام. گفت ای صحابگان من، این سنت پدر شما ابراهیم است.
امروز هر مسلمانی شرایط داره که قربانی میکند، یک گوسفند و یک گاو و اشتر و بز و هر چاروایی را که شریعت امر کرده است میکند، پیروی همون پدر ابراهیم است. پدرمان سنت ابراهیم است، سنت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. صحابه ها پرسیدند ای حبیب خدا، قالوا فما لنا فيها یا رسول الله، ای حبیب خدا اگر ما را قربانی کنیم ما در قربانی ما چی فایده میگیریم؟ حبیب خدا گفتند بكل شعرة حسنه، هر یک قربانی میکنید در بدن قربانی یک همین گوسفند ببینید کدام چاروایی باشد، اگر یک پشم یک موی در بدن دارد به مقدار هر یک موه شما ثواب میگیرید. حبیب خدا گفتند این ثواب قربانی است. قال ابن عباس، حضرت ابن عباس گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حبیب خدا گفتند ما من نفقة بعد صلة الرحم افضل عند الله من احراق الدم. ایرا خطیب بغدادی در تاریخ بغداد این حدیث بیان کردن از ابن عباس که حبیب خدا گفتند بزرگترین صدقه و نفقه بعد از آنی که مسلمان خیش تبار شد یاردم میکند، الله را مال داده است، بزرگترین بعد این پیش پروردگار یک مسلمانی که در راه الله یک چاروا را خونی او را به زمین میاره. چاروا کشتن خونی و از بدن او جدا می شود. این قدر حبیب خدایی را تعریف کردند، چی قدر ثواب دارد. حضرت عایشه مادرمان از حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم همسر حبیب خدا دختر ابوبکر صدیق حدیث را روایت کردند که این حدیث امام ترمذی در کتابش آوردند. ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. ای مؤمنان، ما امروز در دهه ذوالحجه قرار داریم. امروز هزارها زائران خانه خدا همه در انتظار روز حجند، در انتظار عرفات و مینا و مزدلفه هم. حبیب خدا گفتند از همه اعمال خوبی که پروردگار در این دهه ذوالحجه در ایام نحری که روزهای عید قربانی که روز قربانی کردن است پیش پروردگار، از همه عمل بزرگ احراق دم است. وقتی یک مسلمان یک چاروایی را به خاطر الله روز عید قربان قربانی میکند، این چقدر عمل بزرگ بوده است. انه لیأتی یوم القیامت، این چاروایی که حبیب خدا میگه مسلمان در راه خدا میکشد، میگه این چاروا، میگه چاروای شاخدار یا که پیشانی سخت دارد، این چاروا دیم باره روز قیامت همش زنده میشوند. بقرونها و اشعارها، با همون موهایی که در بدن داشت در قیامت میگه زنده میشود. بر همون اذلافها یا جنسی نر است ماده است، با همون جنس میده در قیامت اونها میآیند. و این دم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض، میگه پیش از آنی که همون قطره خون قربانی که در زمین میچکد، پیش از رسیدنی در زمین، ببینید وقتی که انسان چاروا را میکشد پیش از آنی که خون میگه به زمین رسیدن، ثوابی الکی در درگاه پروردگار نوشته میشد برای صاحب قربانی. انا حبیب خدا میگه انا همین خیل میآید تمام جنس و اعضای بدن این چاروا دارد خداوند، به سبب این میگه طیب بها نفسا، نفس میگه با ثواب نهایت زیاد میگیرد به سبب این چاروایی که در دنیا قربانی کرده است. این ثواب قربانی است. برادران مسلمان، من تاریخ قربانی را، ثواب قربانی را ما در این روز بیان کردیم، اما ما از این روز سرکرده در دهه ذوالحجه قرار داریم. این دهه بزرگ است که چند فضیلت و بزرگی دهه ذوالحجه را در برابر این میخواهم بیان کنم.
فضل عشر الاول من ذوالحجه، این شب و روز این دهه بسیار دهه با برکت است. در زبان مردم ما و شما دهه عرفه ای را میگویند که در حقیقت روز عرفات در همین دهه است که حاجی ها در همون عرفات دعا میکنند. این دهه ذوالحجه است، ایام الشریفه. این دهه خیلی بزرگ است پیش الله ده. فیها اجتهاد و العباده. بنده خدا در این دهه پیش پروردگار ده باید با غیرت باشد، عبادت های خوب داشته باشد، عمل خیر داشته باشد. فالعمل الصالح فی هذه الایام افضل من عمل الصالح فیها سواه فیما سواه. میگه در این دهه ذوالحجه عمل پاک، عمل خوب کردن از دیگر دهه ها فرق دارد، از دیگر دهه ها فرق دارد. علما میپرسند که آیا روزه گرفتن روز محرم بهتر است یا روز عرفات؟ میگه روز عرفات از محرم هم بهتر است، زیرا این روز عرفات سنت حبیب ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم است. ابن عباس میگه حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم گفتند ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. حضرت ابن عباس میگه حبیب خدا گفتند از همه عمل خوبی که فرزند آدم میکند محبوب این عمل الله خیلی دوست میدارد انا همین روزهای دهه ذوالحجه است. از فردا ای مؤمنان، ای مسلمانان، ما در زبانمون تا همون عید قربان تیار شدن از ذکر بگیم، صدقه کنیم، یک کارهای خوبی را انجام دهیم. دوم عمل خوبی که این دهه ذوالحجه دارد روزه گرفتن روز عرفه است. البته این روزه فرضی نیست اما بسیار ثواب دارد. فردا عید است، امروز عرفات است. برای حاجیان گرفتن روزه منع است و آنهای حاجی نیستند مانند ما و شما در سرزمین مانه است که دعا میکنیم پروردگار این جمعیتی نشسته است هر کسی حج نکرده است الله همه شما را به حج نصیب گرداند. در این روزی که حاجیان در اون عرفات همه دعا میکنند، دعای ما و شما را حبیب خدا با روزه گفته است. اگر روزه هم نگیریم گناهگار نمیشیم اما ثواب ای را ببینید. فردا عید است، امروز عرفات است. حبیب خدا میگه صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر سنه التي قبله و سنه التي بعده. حبیب خدا میگه هر مسلمان روز عرفات روزه میگیرد پیش پروردگار ده امید دارم، پیش پروردگار ده این روزه امت من این است که خطاهای خردی که از پیش و سال آینده دارد الله را میبخشیده است. ای مومن، ای مسلمان، این روزه در همین دهه محرم است. دیگر سیوم بزرگی این دهه چی است؟ از امروز از فردا سر کنید الاکثار من ذکر الله. مسلمان در این 10 روز فقط ذکر بگه، در زبانتون سبحان الله باشد، زیرا سبحان الله این دهه از دیگر دهه فرق دارد. الحمدلله این دهه از دیگر روزهای گذشتگی من فرق دارد. الله اکبر این دهه از دیگر روزهای گذشتگی من فرق دارد. مسلمان این دهه را فقط همیشه در زبان سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر و لا حول ولا قوة الا بالله باشد. صلوات به پیغمبر خدا باشد. اهل خاندان و خواهرها و زنها را بفرمانید. اخراج الصدقات، چهارم بزرگی که این دهه دارد برآوردن صدقه ها است. در اونجا یتیمان و کمبغل ها و بیوزن ها و بیچاره ها هستند. صدقه این دهه فرق دارد. یک سامانی که در راه الله یک یتیم و کمبغل و بیچاره را میدهیم فرق دارد. دوم ادای العمل الصالح، پنجم عملهای صالح بسیار کنیم.
برادران، ما درباره تعریف قربانی صحبت کردیم. قربانی امین است که چاروا اگر گوسفند از 1 ساله بالا باشد، اگر 8 ماه و 9 ماه هم باشد، اگر قوت داشته باشد جایز است، و از 2 ساله بالا است. احکام قربانی همی است که کوشش کنیم همون چاروایی که در راه الله ذبح می‌کنیم قوت داشته باشد، از حد خراب و بیمار و چشم نابینایی که عیان است نداشته باشد. کوشش کنیم چیزهایی که شرط قبول قربانی ما و شما هست چقدر چاروای سالم باشد، با قوت باشد، چقدر بدنی آب و تاب یافته باشد، چقدر ثواب است. یک قسمت گوشتی را در خانه هامون میتونیم با اهل و خاندانمون بخوریم، یک قسمتی سیگی او را به فقرا و کمبغل ها تقسیم کنیم. ای مومن، وقتی از قربانی تو یک کمبغل بیچاره شاید در این وقت گرانی و قیمتی روزها شیر است که گوشت را ندیده است، وقتی تو 2-3 کیلو در خانه کمبغل کوشش کنیم از همون کمبغل های کاف کنیم که چقدر احتیاج دارند. برای همین دهه آخر عمل صالح همین است که از اعمال پرسان شویم، چه در دهه های خودمون باشد، در همسایه ها باشد، در کجایی نباشد، یا دوستامون هم در کجایی نباشد، بپرسیم کی از کمبغل تر. والله که وقتی کمبغل از این قربانی تو گرسنگی و لذت طعام با او یتیما و کمبغل ها و نادارها میارد، الله در هر یک قطره آب طعام برای تو ثواب میدهد. الله هر یک لقمه نانی که کمبغل به زبان میبرد معده اش را خرسند میسازد، این خرسند میشود، ملائکه رحمت خوشحال میشوند، ثواب میدهد. برای همین شرایط داشته باشیم قربانی کنید. آنهایی که خدا مال ثروت دادن اونها را الله خوبتر و گرانتر و بسیارتر در بدنش گوشت داشتن را قربانی کنند. چقدر ثواب است، چقدر بزرگی دارد. این امری است که روز قیامت فایده ای را میبینیم. روز قیامت هر یک قطره خونی که در زمین نفر آمده الله ثوابی او را پیش الله در ملائکه ها کتابت میکنند. که دعا کنیم پروردگارا در این روز سید ایام، در این روز خوشنودی ملت اسلام، پروردگار که درباره تاریخ قربانی، درباره ثواب قربانی صحبت کردیم، خداوند پروردگارا همه ما و شما را از ثواب قربانی کردن نصیب گرداند. پروردگارا دعا کنیم که همان ثواب آن نعمتی که از جنت در عوض اسماعیل آمده بود خداوند به سبب قربانی کنندگان ما ثواب همون نعمت جنت را برای همه ما و شما نصیب گرداند.